در میان لحظه جانکاه قبود، زیر باران خدا باز شنید. نازنینم آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام خدا به شما اهالی ارجمند یاد خدا، بیننده های خوب و نازنین شبکه قرآن و معارف سیما. خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم توفیق دارم این لحظات عمرم رو کنار شما سپری کنم و همنشین شما اهالی ذکر خدا باشم انشاءالله. افتخار داریم همچون سه‌شنبه های گذشته محضر سرور ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حیدری کاشانی باشیم تا دقایق دیگه. و قبل از اینکه محضرشون عرض ادب کنم، خلاصه ای از برنامه قبل که خدمتشون بودیم رو تقدیم حضورتون میکنیم. برمیگردیم و خدمتشون هم خوش آمد و هم سلام عرض خواهم کرد و بحث رو انشاءالله آغاز خواهیم کرد. برای رسیدن به اون فردوس اعلی که سید الجنانه، اعلی مراتب و درجات بهش‌های الهی است، یک معادله‌ای داره، معادله راه داره، نقشه راه داره که بهترین نقشه راهش سوره مؤمنونه. سوره مؤمنون از چند جهت اهمیت و ضرورت پیدا میکنه. یکی نسبت به بحث ما که سلوک مهدوی و معماری شخصیت یاوران حضرت مهدی ارواح نافداست. این هندسه وجودی شخصیت یاوران حضرت مهدی چگونه شکل میگیره در افق آیات و روایات، ما بر اساس همون هندسه معماری بکنیم وجودمون رو. چون که میفرماید الا و هم المؤمنون حقا، پیامبر میفرماید مؤمنان حقیقی اند انصار المهدی و اصحاب المهدی. یعنی مؤمن واقعی هشدار توی مداوم قرآنی در گوش او اینه نماز نماز نماز. حالا آغازش نماز خاشعانه، به کیفیت نماز تأکید داره که نماز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، در نمازتون خشوع و خضوع دیده بشه. میگه یه شخصی در مسجد پیامبر داشت نماز میخوند، پیامبر رد شد داره نماز میخونه و با محاسنش و ریشهاش هم همزمان بازی میکنه. بعد حضرت فرمودن این خشوع و خضوع نداره که اینقدر حواسش پرته و حواسش به صورت و ریش و محاسنشه. اون خشوع قلبی به این خضوع ظاهری و خاکساری ظاهری باید سراحت بکنه. خشوع اصلا یک امر قلبیه، این میاد قلب رو هدف قرار میده. علیک به قلبک. 3720 مسیر ارتباطی شما عزیزانی که هر کدومتون یک عضو و یک نفر از اعضاء اتاق فکر برنامه یاد خدا هستید که با سوالهاتون، با راهنمایی‌هاتون، با آنچه که به چشمتون بیشتر آمده و یادآوریش به ما میتونه ما رو دلگرم کنه، برنامه رو بهبود ببخشید و انشالله با کمک شما بتونیم خدمت بهتری در مسیر نشر معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام خدمت شما داشته باشیم.
عرض کردم که قرار هست محضر استاد حیدری کاشانی عزیز باشیم. قبلش عرض میکنم ما در فضای مجازی با آدرس یاد خدا _QTV حضور داریم. تو همه فضاهای مجازی هم هستیم، میتونید دنبال کنید برنامه رو و جزء عزیزانی باشید که برنامه‌های مورد علاقتون رو با نشانه ای همراهی کنید که ما بدونیم که چه کلیپ هایی و چه برنامه‌های بیشتر به نظر شما آمده، تلاش کنیم اون نقاط قوت رو انشالله گسترش بدیم. با افتخار محضر سرور ارجمندم عرض خوش آمد دارم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام نام خداوند رحمانه و یکی از مراتب و درجات بهشتی دارالسلامه، خانه سلام، خانه سلم و سلامت، خانه امن و امان و امنیت. سلام از جانب خداست، سلامتی میاره، عافیت میاره، قوت، برکت و نورانیت میاره. اینه که هرچه میتونیم افشاء سلام داشته باشیم. ان الله یحب افشاء السلام. خداوند آشکار کردن سلام رو دوست میداره. اینه که عزم داریم سلام الله علیکم و علی عباد الرحمن و سلام الله علی امام زماننا. سلام خداوند بدرقه راه امام زمانمون انشالله در حفاظت و حراست ویژه الهی باشن و انشالله به ما هم توفیق رهروی راه پر خیر و برکتشون رو، حمایتشون رو، نصرتشون رو تا سرحد شهادت در رکابشون رو به همه ما عنایت بفرمایید. خدا حفظتون کنه انشاءالله. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه انشاءالله و این توفیق رو روزی هممون کنه. از شناخت معاد برامون فرمودن، از آشنایی با آخرتی که پیامبر فرمودن مبغوض خداست کسی که دنیا رو خوب بشناسه، راجبش دانش کسب کنه، اما راجب آخرت و معاد بی دانش و بی اطلاع باشه و راجبش تلاش و کوششی نکنه و آگاهی برای خودش ایجاد نکنه. اینها از نکات ارزشمندی بود که از حضور استاد یاد گرفتیم. بعد رسیدیم به بهشت شناسی، شاید مقوله‌ای که کمتر راجبش شنیدیم خصوصا تو رسانه. از معاد شنیدیم قاعدتاً به یه قدری، اما که البته هرچی بشنویم کمه و باید بیشتر جهد کنیم و تلاش کنیم. اما بهشت شناسی تعبیری بود که من خودم خیلی کم شنیده بودم درسش رو و مقولش رو. چند جلسه است که مهمون این مبحث هستیم و خاصه فرمودن اعلی درجه و سید درجات بهشت نامش هست فردوس در لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بعد برای رسیدن به فردوس هم به ما نسخه دادن که از خوبی‌های مباحث استاد حیدری کاشانی این هست که رها نمی‌کنن یه مطلبی رو به صورت تئوری بگن و ردشن، نه، براش نسخه میگن، براش مسیر میگن و گام به گام انشالله کمکمون میکنن که پیدا کنیم اون نقشه راه رو. یکی از راه‌هاش رو قرائت و نه تلاوت سوره مؤمنون فرق داشت. فرمودن تلاوت قرائتی است توأم با تدبر و اون هم خاصه 11 آیه ابتدایی این سوره معرفی فرمودن که اگر به 6 قاعده‌ای که تو این 11 آیه اشاره شده جهد و تلاش داشته باشیم انشالله عاقبتمون فرمودید که به سعاده خواهد بود. به خیر و سعادت انشاءالله. خیلی خسارت عظماست که انسان با این ظرفیت بیکران الهی، با این بی نهایت طلبی که در وجودش گذاشته شده بخواد سر از جهنم خدا در بیاره. و البته برای بهشتی شدن هم انسان باید زحمت بکشه. لمثل ذالک فلیتنافس المتنافسون. باید به نفس نفس بیفته در این چند روزه زندگی. یکی از اولیاء الله و عرفای بالله میگه چنان خاطرمون جمعه که فکر میکنیم 6 دنگ بهشت رو به ناممون زدن. بله برای ما اعدت آماده شده بهشت، اما ورود ما به اون بهشت یک معادلاتی داره که یکی همون 6 معادله سوره مؤمنونه که باید برسیم. اینطور نیست که 6 دنگ بهشت رو قطعی به نام کسی زده باشن. بهشت ها رو برای ما آفریدن، به نام ما هم هست، اما 6 دنگ وقتی به نامت میخوره و به وراثت میرسه به طور قطعی که راهش رو و معادله بهشتی شدن رو که همون بهشتی زندگی کردنه طی بکنیم. یکی از ویژگی های بهشت های الهی سلم و سلامته، به خاطر اینکه از بهشت خدا نام برده میشه به دارالسلام، خانه سلام و سلامت و امن و امان. میخوایم امروز به دارالسلام بپردازیم. چرا گفته میشه دارالسلام؟ خب سلام نام خداوند تبارک و تعالی است، نام الله جل جلاله. دارالسلام دارالله، خانه ویژه خداست، محل پذیرایی ویژه خداست. در سلم و سلامتن نسبت به همه چیز و نسبت به همدیگه. میگه دارالسلام جاییه که ساکنانش
از دست همدیگه در سلم و سلامت و امن و امنیتن. خب این یکی از مشکلات دنیا و رنجهای دنیا اینه که انسان از اطرافیانش آسیب میبینه، در ضرره، در خطره، در حذره. اما اونجا میگه یکی از بزرگترین لذت‌های بهشتیان که وقت عمده بهشتیان رو هم به خودش اختصاص میده، مجالست با بهشتیان دیگه است، با کسانی که پاکن، پاکیزن، در سلسل و سلامت کاملن، هم سلامت جسمانی کامل، هم سلامت روحی و روانی کامل. انسان بیماردل گفتیم در بهشت نیست، انسان بخیل نیست، انسان حسود نیست، انسان نتونم ببین نیست. بهشت با اینها سنخیت نداره. مجالست بهشتیان با همدیگه و با اون اخلاق بهشتی یکی از بزرگترین لذت‌های بهشتیه. اما چرا بهش گفته میشه دارالسلام؟ آیه 25 سوره یونس میفرماید که والله یدعو الی دار السلام، خداوند با تمام خدایی خودش شما رو داره دعوت میکنه به دارالسلام. این دارالفرار رو، خانه دارالغرور رو، خانه دنیا رو که دارالفرار نامیده، بعد از اینجا فرار بکنی به دارالقرار، به دارالسلام. خدا دعوتنامه ویژه برای ما و شما و همه عزیزان داده در 25 سوره یونس، والله یدعو الی دار السلام. شما دعوت میکنه به دارالسلام، به خانه سلم و سلامت، به خانه امن و امان و امنیت. که آیه محوریه امروز ما همین آیه 25 سوره یونس باشه. اما دارالسلام چیه و چه ویژگی هایی داره؟ یک کتابی داریم همینجا برای عزیزانی که پیام دادن و گاهی هم به هر حال عزیزانی که مرتبط هستن تلفن میزنن. خیلی مورد استقبال واقع شده، خدا رو شکر، باذن الله عنایت امام زمان. بحث بهشت شناسی، استاد دانشگاهی نوشتن که من استاد معارفی هستم و مبنای تدریسم رو از این پس بهشت شناسی قرار دادم که امیدوارم آموزش عالی ما، آموزش و پرورش ما این بحث بهشت شناسی رو در درس‌های ما به طور جدی قرار بده که چقدر نگرش ما، روش بچه‌های ما رو عوض میکنه. دنبال منبع میگردن، یه منبع خیلی کاملی که تمام آیات، تمام روایات در حوزه بهشت شناسی رو آورده باشه. یکی از کامل ترین منابع این کتاب هست، بهشت و دوزخ، که کار دست جمعی است در مؤسسه دارالحدیث زیر نظر استاد محمدی ریشهری. این کتاب بهشت و دوزخ 2 جلده که جلد اول مختص بهشته، جلد دوم مختص دوزخه. این رو اگر که معرفی بفرمایید، یکی از بهترین منابع در حوزه بهشت شناسی و دوزخ شناسی هست. فرمودن بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حدیث هست که عزیزانمون میتونن بهره برداری کنن و استفاده کنن. این بسیار کمک خوبی میتونه باشه و منبع و رفرنس قوی است برای انشالله عزیزانی که خواسته بودن طرح درس ایجاد کنن و راجبش در دانشگاه، مدرسه، جلسات و جمع‌های مختلف صحبت کنن. چقدر نگاه تشویقی خوبی هم خواهد داشت انشالله. ما یه وقتایی از سختی‌های جهنم برای مردم گفتیم، اما از ویژگی‌های بهشت که میتونه چقدر انسان رو جذب کنه و برای جوان‌ها و نوجوانامون خاصه جذاب باشه، حتما باید گفتگو کنیم و بگیم تا انشالله بتونن بهره بهتری داشته باشن. حالا برای عزیزانی که شاید به هر حال حوصله معنوس شدن با این کتاب 800 صفحه‌ای رو که بحث تازه بهشتش هست، بهشت شناسی، دوره 800 صفحه دوزخ شناسی داریم، به هر حال دنبال اساره ها و خلاصه ها هستن. یک کار زیبایی که پژوهشگار قرآن و حدیث مؤسسه دارالحدیث انجام داده، این کتاب رو خلاصه کرده، همین 800 صفحه رو در زندگی بهشتیان. بله. این هم کار مجموعه پژوهشگاه قرآن و حدیث هست که زیر نظر استاد ریشهری عزیز صورت گرفته و این هم کتابی است با عنوان زندگی بهشتیان. عزیزان اگر بخوان به صورت خلاصه این کتاب رو استفاده کنن، اون کتاب رو هم فرمودن بهشت و دوزخ اثر دارالحدیث که 800 صفحه است فقط بهشتش، و این هم زندگی بهشتیان. تو برنامه ما خیلی وقتا مردم پیام داده بودن، درخواست منبع میکردن و درخواست کتاب میکردن. این اتفاق گاهن میفته و کارشناسان عزیزمون کتاب‌های خوبی رو به بیننده‌های خوبمون معرفی میکنن. بسیار عالی، 2 منبع بسیار عالی و این البته یک جلد هم داره، زندگی دوزخیان، که خلاصه اون 800 صفحه جلد دوم هست. بهترین منابع، کاملتر و جامعتر از این منابع نداریم و عزیزان قدر بدونن. بنده چون از نزدیک دیدم زحمات پژوهشگران عرصه قرآن و حدیث رو، گاهی میبینید
20 پژوهشگر برتر حوزه قرآن و چند حدیث سال؟ گاهی 20 پژوهشگر برتر 20 سال وقت میگذارن تا یک چنین مجموعه و دانشنامه ارزشمندی که گنجینه سعادت ماست به دست ما برسه. خدا کند که قدرشناس باشیم. از همینجا دست همه مجاهدان فرهنگی و پژوهشی در عرصه قرآن و حدیث رو میبوسم. خازانه خدا قوت و خسته نباشید میگم. انشالله که در این راه مستدام باشن، همراه با عافیت و خیر و برکت انشالله. خدا حفظتون کنه. خیلی متشکرم و ممنونم. قرار هست که آیه 25 سوره یونس رو بشنویم. درسته؟ این محور بحث امروز ماست خصوصاً و راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. محضر قرآن کریم قرار قرآنی ما و شماست همیشه و ایستگاه تأمل ماست انشاءالله و بعد هم آغازی است برای حرکت. بریم خدمت قرآن با طهارت انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. وقتتون بخیر. ممنونم که همراه ما هستید. دقایق پایانی برنامه رو حدود 10 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. میخوایم در این ارتباط بیشتر بشنویم از حضور استاد حیدری کاشانی عزیز. والله یدعو الی دار السلام. آیه 25 سوره یونس میفهمم خداوند دعوتنامه ویژه‌ای داده، شما رو به دارالسلام دعوت میکنه و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. حالا این دارالسلام چیه؟ حدیثی که جناب ابن عباس از پیامبر مکرم اسلام نقل فرمودن میفهمد دارالسلام الجنه. دارالسلام بهشت خداست و اهلها لهم السلامة من جمیع الآفات والآهات والامراض والاسقام. چرا بهش گفته میشه دارالسلام؟ چون اهل این بهشت از جمیع آفتها و مرضها و بیماریها و ناخوشیها و گزندها در امانند، به سلم و سلامت رسیدن از جمیع آفتها و بیماریها و گزندها و مریضیها. و لهم السلامة من الحرم و الموت و تغیر الاحوال علیهم. اینها به نهایت درجه سلم و سلامت رسیدن از پیری، از مرگ و از تغییر احوال. و هم المکرمون الذین لا یهانون ابدا. اینا کسانی که به نهایت درجه کرامت خدا رسونده اینها رو و دیگه اهانت و حقارتی در کنار اون کرامت نیست. و هم الاعزاء الذین یذلون ابدا. اینها به نهایت درجه عزت خدا رسوندش، عزتی که دیگه سر سوزنی ذلت همراه اون نیست. خار نمیشن، حقیر نمیشن، ذلیل نمیشن. و هم الاغنیاء الذین لا یفتقرون ابدا. اونها ثروتمندانی ان، خدا بهشون ثروت بیکران و بی نهایت در بی نهایتی عنایت کرده که دیگه فقر و تنگدستی به اون راه نداره تا ابدیت، تا بی نهایت. و هم السعداء الذین لا یشقون ابدا. نهایت درجه سعادت و خوشبختی رو بهشون داده که دیگه شقاوت و بدبختی همراه اون نیست تا ابد. و هم الفرحون المستبشرون الذین لا یغتمون ولا یحتمون ابدا. خداوند اینها رو به نهایت درجه فرح، شادمانی، سرور، بهجت و لذت‌های جسمانی و روحی و قلبی رسونده که هیچ هم و غمی دیگه ندارن تا ابد. در افق ابدیت اینا دیگه هیچ هم و غمی ندارن، سر و سوزن غم و اندوه ندارن. و هم الاحیاء الذین لا یموتون ابدا. اینها زندگانی هستن که مرگ دیگه ندارن، ترس از مرگ ندارن، تجربه مرگ ندارن. فهم فی قصور الدر و المرجان ابوابها مشرعة الی عرش الرحمن. اینها در قصرهای بهشتی که از در و مرجانه، قصرهایی که درهاش به سمت عرش خداوند رحمان باز میشه، رو به عرش خداوند رحمانه، وجهه
تماشای اونها لقاء الله رو در افق بی‌نهایت در بی‌نهایت، جمال و جلال خدا رو حاضر و ناظرن. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه الهی از جانب خداوند از هر دری از قصرهای اینها، جایگاه بلندشون، برج‌های بلند بهشتی که پنجره هاش به سمت عرش رحمانه، ملائک مرتب از جانب خداوند برای اینها وارد میشن و از جانب خداوند سلام میارن. داریم ویژگی دار و سلام، دار الله. بیان ملائک چیه؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. لحظه به لحظه از جانب خداوند یک بهجت جدید، یک سرور و لذت جدیدی به واسطه ملائک برای اینها وارد میشه که داره در دارالسلام بالاترین لذت اون سلامیه که از جانب خداوند به اینها میرسه، که اصلا نعمتهای دیگر بهشتی، اون نعمتهای بی‌نظیر اینجا دیگه از چشم میفته. میگن سلام بر شما از جانب خداوند رحمان. به خاطر چی؟ به ما صبرتم. اینجا پیام داره که بهشتی شدن صبوری میخواد، پایداری میخواد. فنعم عقبی الدار. درود بر شما که صبر کردید، شکیبایی کردید. بعد میگه که چه نیکوست فرجام این سرای، چقدر فرجام شما و عاقبت شما خوشه، گوارای وجودتون باشه. این ویژگی دارالسلامه. حالا از اینجا ما یک درسی بگیریم که بهشت‌های الهی که دارالسلامه جای انسانهای سالمه، کسانی که قلب سلیم میبرن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کسانی که اینجا اخلاقشون بهشتی شده، دیگران از دستشون، زبانشون در امانن، آزار نمیبینن، اذیت نمیبینن، حقیر نیستن، حسود نیستن، بخیل نیستن، اذیت کننده نیستن. اینه که در یک روایت خیلی عجیبی پیامبر میفرماد اهل بهشت 4 نشانه دارن. بهشتی ها 4 نشانه دارن که اتفاقا به سلوک اجتماعی بهشتی. کسی بهشتی میشه که بهشتی زندگی کرده باشه. 4 ویژگی دارن. وجه منبسط، چهره بشاش، آرام، اخمون نیست، عبوس نیست، گرفته نیست. انسان بهشتی اینه که پیامبر میفرماد کن بشاشو، همیشه خودتون رو شکل بهشتی ها کنین. آفرین. اگر هم هنوز اخلاقمون نشده، تمثل پیدا بکنیم، تخلق پیدا کنیم، تشابه پیدا کنیم، خودمون رو بزنیم به خوش اخلاقی. میکن بشاشو، همیشه خوش چهره باش، خوش لبخند باش. ولا تکن عبوسا، عبوس نباش، اخمو نباش، گرفته نباش. انسان بهشتی آرامه، لبخند داره، تکیهش به خداست. میگه خدا خودش میفرسته، خدا خودش درست میکنه. چون که بهشت جایگاه ذکر الله، کسانی که با خدا تو دنیا سیر کردن. خب یکی از مصادیق وجه منبسط لبخند زدنه. این لبخند زدن بهترین هدیه است، دریغ نکنیم. حتی این روزهایی که دیگه برای کرونا یا ماسکه، این لبخند رو از پشت ماسک هم دریغ نکنیم. اون لبخند به چشم منتقل میشه و روانشناسان میگن لبخند اصلی اون آرامشیه که از چشم، اون بهجتیه که از چشم میرسه. عملا پشت ماسک هم لبخند بزنه انسان. لسان لطیف، زبان لطیفی دارن، زبان تند و خشن ندارن. بهشتی‌ها تندگو نیستن، تندخو نیستن، زود رنج نیستن، زود خشم نیستن. بهشت جای انسان‌های آرام و به آرامش رسیده است و ما برای رسیدن به اون بهشت باید تمرین کنیم که بهشتی زندگی کنیم. اینا اهل ناسزا نیستن، اهل تهمت نیستن، اهل سخنچینی نیستن، اهل غیبت نیستن. قلول الناس حسنا، لینا، آرام، با زیبایی صحبت میکنن. زبان لطیفی دارن که باعث خوشنودی خلق خدا میشن. قلب رحیم، سنگدل نیستن، قسی القلب نیستن، یه قلب مهربانی دارن. بعضی وقتا اونایی که قلبای مهربانی دارن مورد تحقیر دیگران قرار میدن. مثلا یک نمونه ای رو توی یکی از شهرها گزارش دادن دوستان، گفتن که یه آقایی هست توی این سرما و اینها میره مخصوص غذایی برای کبوترها و گنجش‌ها و پرندگانی که بی غذا میمونن غذا خورد میکنه، میبره توی بیابان، توی خیابان میذاره برای اینها. بقیه میگن این چقدر خوشه، چقدر سرخوشه. بعد یه جوری این مهربانی قلبه. شما عشق بدی، عشق رو دریافت میکنی. عشقی که خدا قلبت رو سرچشمه عشق بی پایان الهی قرار داده، عشق بده به خلق خدا. بعد اون موقع ببینی که خداوند چه عشقی بهت میده. یدون معطیه، 4. پس شد یک وجه منبسط، لسان لطیف، قلب رحیم، یدون معطیه. اینها اهل سخاوتن، اهل کرامتن، اینها عطا میکنن، اینها
سخاوت دارن، جود و کرم دارن. ببینید در این همدلی مؤمنانه که دستور حضرت آقا نایب الامام عزیزتر از جانمون هست، که در این دورانی که خب خیلی ها توی کشورهای دیگه میبینید خودیت ها، منیت ها، فرعونیت ها باعث میشه که فقط بار خودشونو ببندن و بقیه رو له بکنن. اما در کشوری که کشور امام زمانه و زمین ساز ظهور امام زمان، باید قاعده به صورت دیگری رقم بخوره. قلب رحیم میاد به مدد، چون ویژگی همدلی میاره، همراهی میاره و باعث یک همدلی مؤمنانه، کریمانه، سخاوتمندانه. یه مرتبه می‌بینیم گروه‌های جهادی میان ماسک رو رایگان تولید میکنن، 1000 در 1000 میرن پخش میکنن. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از نکات ارزشمند استاد حیدری کاشانی. امروز هم توفیق داشتیم یاد گرفتیم و آموختیم و میهمان خاصه آیه 25 سوره یونس بودیم. امروز ما داریم خدمت استاد حیدری کاشانی بهشت رو و زوایا و ابعاد بهشت رو مورد مداقه و بررسی قرار میدیم و نکات ارزشمندی که در این ارتباط به ما گفتن. امروز 2 تا کتاب هم معرفی کردن، بهشت و دوزخ آیت الله ریشهری و انتشارات دارالحدیث بود که 2 جلد هست، یک جلدش ویژگی ها و ابعاد بهشت و جلد دومش دوزخ. خلاصه این کتاب رو هم معرفی کردن، عزیزان که علاقه‌مند باشن بهتر میتونن استفاده کنن. دلم میخواد این رو یادآوری کنم که فرمودن اهتمام به تلاوت سوره مؤمنون معجزه میکنه و عاقبت به خیر میکنه انسان رو و بسیار کمک میکنه برای نیل و رسیدن به فردوس، اعلی درجه بهشت. خیلی ممنونم از زحمت و لطف و آقایی حضرت عالی جناب آقای حیدری کاشانی عزیز و از همراهی شما بیننده‌های خوبمون هم ممنون و متشکرم. بازم تاکید میکنم و تقاضا میکنم تو فضای مجازی با آدرس @یاد خدا _ ما رو دنبال کنید و پیگیری کنید و نکاتتون رو هم به 3720 ارسال بفرمایید. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر. محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی. حاج آقا خیلی متشکرم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد